دیکتاتوری مذهبی. نویسنده موسیو آوانگارد. به کوشش قاسم قره‌داغی. گوینده مریم درخشش. پخش فایل صوتی از مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. آدمی زادم، آزادم و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند. سعیدی سیرجانی. فهرست مطالب. وطن، صفحه 9. حکومت ایدئولوژیک آخوندی، صفحه 10. تقلید و تلقین از کودکی، صفحه 17. کشور آرمانی، صفحه 19. عقاید مذهبی، صفحه 21. خدا، دین، مذهب، صفحه 22. چگونه مغزمان را شستشو دادند، صفحه 25. واپسگرایی و عقب ماندگی، صفحه 28. فرهنگ و تفکر، تعصب و جهل، صفحه 32. آیندگان، صفحه 39. تربیت فرزندان، صفحه 40. متفرقه، صفحه 43. در زبان فارسی جدایی جنسی وجود ندارد، صفحه 50. سلمان رشدی و فتوای خمینی، صفحه 51. قتل‌های زنجیره‌ای، صفحه 53. ماجرای کوی دانشگاه، صفحه 54. دستگیری به صرف داشتن وبلاگ و توییتر، صفحه 55. معرفی تعدادی از مکتب‌ها، صفحه 57. ارتجاع سرخ و سیاه، صفحه 60. درماندگی آموخته شده، صفحه 62. پروپاگاندا، صفحه 64. ولتر و سارتر، صفحه 67. بیانیه 14، صفحه 68. دموکراسی و آزادی، صفحه 73. جملات بزرگان، صفحه 74. شعری از ایرج میرزا، صفحه 76. پیشگفتار. من یک جوان ایرانی هستم. نویسنده نیستم و ادعایی هم در این مورد ندارم و این کتاب صرفاً تفکراتم و نقل و قول‌هایی از منابع مختلف است که لازم دیدم هر کسی از آنها مطلع باشد. تنها به عنوان یک انسان آزادیخواه و مخالف دیکتاتوری مذهبی ایران وظیفه خود دانستم این کتاب را بنویسم. نوشتن این کتاب تنها در جهت آگاهی سازی مردم کشورم است. حتی اگر یک نفر را به تفکر در موضوعات مطرح شده در این کتاب برانگیزم. از هیچ طیف سیاسی، حزب، مکتب یا حتی شخصی طرفداری نمی کنم. دنبال روی هیچ دینی نیستم و به تمامی مذاهب و ادیان احترام می گذارم. هر چیزی در دنیا قابل نقد کردن است. لطفاً تفکر کنید و ذهنتان را از تمام مطالب مذهبی و سیاسی که در مغزتان کردند برای لحظاتی خالی کنید. هیچ چیزی را بدون تحقیق و به سادگی نپذیرید. در گذشته که سن من کمتر بود به فرهنگ و تمدن کشورم افتخار می کردم. در برهه‌ای از زندگیم نماز شب می خواندم و روزه می گرفتم
و از کسانی که با دین اسلام و مذهب شیعه مخالف بودند دوری می‌کردم. با خود می‌گفتم نباید حتی حرف‌های کسانی که دین و مذهب را نقد می‌کنند شنید. شاید این کار گناه باشد. در این کتاب هر قسمتی از نوشته که به صورت کلی به جمعی اشاره شده منظور اکثریت است، نه کل آن جمع. هیچ چیزی در جهان مطلق نیست. تکرار مسئله در متن به دلیل اهمیت مربوطه می باشد. در طول دوران کم کم انسان‌هایی در مسیر زندگیم قرار گرفتند که فهماندند اصول زندگی و زندگی کردن به شیوهی که درست هست چگونه است. فهمیدم مردم ایران تمدن دارند ولی فرهنگ ندارند. به طور واضح‌تر دچار فقر فرهنگی شده ایم. حتی اگر آخوندهای حاکم هم از ایران بروند، باز هم آثار ضد فرهنگی و عقب ماندگی آنها تا موقعی که مردم سعی به تغییر نکنند همچنان در جامعه نمایان است و کشور ایران همچنان جهان سومی باقی خواهد ماند و پیشرفتی نخواهد داشت. مردم ایران باید از خودشان شروع کنند. البته مردم را نمیتوان مقصر دانست. شیوه حکومت‌های دیکتاتوری بدین گونه است که برای وارد کردن ایدئولوژی خود باید فرهنگ و ذخایر فکری آن جامعه را از بین ببرند. همانگونه که در ابتدای انقلاب اندیشمندان و فعالان مدنی و نویسندگان و بسیاری دیگر را از بین بردند. اصولاً برای هر تغییری باید زمینه سازی شود و فرهنگ بهره‌مندی از آن را آموزش داد. در رانندگی، استفاده از اینترنت، تلفن همراه، حتی رفتار در جامعه، احترام گذاشتن به یکدیگر، رفتار با حیوانات، کتابخوانی، تفکر باید آموزش داده شود. متاسفانه نژاد پرستی و خودبرتربینی بسیار در بین مردم شایع است. مردم شهرها نسبت به باقی شهرها، نسبت به قومیت‌های دیگر و کشورهای همسایه منطقه این چنین عقایدی دارند. عده‌ای هم که ادعای روشنفکری دارند فقط ادای روشنفکرها را در می‌آورند و در عمل طور دیگری رفتار می‌کنند. متاسفانه در طی نسل‌های متمادی بعد از انقلاب این مسائل در خانواده و مدرسه یا مکان‌های آموزشی نادیده گرفته شده است. دیگر مسئله‌ای که به آن پی بردم استفاده ابزاری از دین هست. جای تعجب است. چرا مردمی که نماز می‌خوانند و برای امامانشان عزاداری می‌کنند و خود را مسلمان می‌نامند، کارهایی خلاف آن چیزی که در دینشان گفته شده انجام می‌دهند؟ دروغگویی، گرانفروشی، ربا، زنا تنها نمونه‌هایی از آنهاست. شاید اصلاً دینها و مذاهب در همه دنیا ساخته حاکمان برای حکومت بر مردم باشد و تنها در جهت اهداف سیاسی باشند. تعصب روی هر چیزی و مقدس کردن و بتسازی از یک فرد چیزی جز ضرر برای مردم ندارد. زندگی کردن در این شرایط کار بسیار دشواری است. ای کاش نمی‌فهمیدم چیزهایی را که می‌دانم. نمی‌توان دین و عقاید سیاسی را پنهان کرد. در شرایطی که در همه جا از دین و سیاست صحبت می‌شود. در هر پرسشنامه‌ای از دین و مذهب می‌پرسند. سیاست هم که در تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی رسوخ کرده است. حتی ساده‌ترین حق اجتماعی مانند طرز پوشش یا استفاده آزاد از سایت‌های اینترنتی هم از مردم ایران گرفته شده است. آیا چون در یک کشور تحت دیکتاتوری به دنیا آمده‌ایم محکومیم به پذیرش آن؟ در کشوری که اگر نقد کنیم یا حتی شادی کنیم
در کمتر از چند ساعت بازداشت شویم؟ اگر اندیشمندانی مانند سارت و ولتر بودند چه می کردند؟ سال 57 کشورهای حاضر در گوادالوپ از دیکتاتوری حمایت کردند. آیا در این زمان نباید از آزادی و انسانهای آزادیخواه حمایت کنند؟ ما فقط زنده ایم. زنده ماندن تحت حکومت دیکتاتوری را نمیتوان زندگی نامید. وطن، حکومت ایدئولوژیک آخوندی. در ابتدا به تعریفی از تمامیت خواهی یا توتالیتاریسم اصطلاحی در علوم سیاسی میپردازیم. تمامیت خواهی نوعی از حکومت است که معمولاً دارای 6 ویژگی به شرح زیر است. 1. یک ایدئولوژی کلی. 2. یک سیستم تک حزبی با رهبری واحد. 3. دارای پلیس مخفی گسترده. 4. انحصار در سلاح‌های مورد استفاده. 5. انحصار وسایل ارتباط جمعی. 6. انحصار اقتصادی. حال با چه دلیل یا دلایلی ادعا می‌کنیم که در ایران این حکومت حکم فرماست؟ ایدئولوژی کلی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ایدئولوژی شیعی است. بر این اساس یک چهارچوب مشخص محدود به قوانین شیعه بر تمام جامعه حاکم است. ایدئولوژی که باعث نابودی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی شده و ادامه دارد. در دنیای کنونی و تغییر و تحولاتش باید انعطاف پذیر عمل کرد و هیچ کشوری با ایدئولوژی که به طور ذاتی امری مطلق است را نمیتوان اداره کرد. خامنه‌ای رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی است که تمام منتسبان حکومت باید مورد تایید او باشند. از جمله این نهادها میتوان به شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و حتی دولت اشاره کرد. شورای نگهبان 12 عضو دارد که 6 عضو آن به طور مستقیم با حکم رهبر عزل و نصب می شوند و 6 عضو دیگر با معرفی رئیس قوه قضاییه که خودش به طور مستقیم با حکم رهبر به ریاست رسیده انتخاب می شوند. اعضای مجلس خبرگان نیز توسط شورای نگهبان که خودشان منتخب رهبری هستند مورد تایید قرار می‌گیرند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تماماً به طور مستقیم منتخب رهبر دیکتاتور ایران هستند. اعضای مجلس و نامزدهای رئیس جمهوری همگی از فیلتر شورای نگهبان رد می‌شوند. مناصب دیگری از جمله رئیس صدا و سیما، رئیس اطلاعات و وزیر امور خارجه که موقعیت‌های حساسی در حفظ نظام دارند نیز توسط رهبری انتخاب می‌شوند. سازمان‌های اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و ارتش ایران، اطلاعات نیروی انتظامی و حتی بسیجی‌ها و لباس شخصی‌های ایران شبکه گسترده ای را تشکیل دادند. سلاح و ادوات پیشرفته جنگی در ایران عموماً در اختیار سپاه پاسداران می باشد که وظیفه حفاظت از جمهوری اسلامی را دارند و نه حفاظت از خاک کشور. اکثر قاچاق‌های کلان کشور به دست سپاه انجام می شود و در رسانه ادعا می شود که در سال حجم زیادی قاچاق وارد کشور می شود. چطور حکومتی که ادعا می کند کسانی که ویدیوی رقص هپی را درست کردند و در فضای مجازی پخش کردن را تنها در چند ساعت دستگیر کردیم نمی توانند قاچاقچیان کلان را شناسایی و دستگیر کنند؟ همانطور که اشاره شد رئیس صدا و سیما به طور مستقیم توسط رهبر ایران انتخاب می شود و روزنامه های مانند کیهان نیز از حمایت های مالی رهبر ایران برخوردار هستند. اغراق نیست اگر بگوییم که تقریباً تمامی پروژه های نفتی، راهسازی و غیره کشور به دست سپاه پاسداران می باشد.
و با راندهایی که برخوردار هستند هیچ فرد یا نهادی توانایی رقابت با آن را ندارد. این مطالب به این دلیل ذکر شد که تمامیت خواهی حکومت جمهوری اسلامی ثابت شود. حکومتی که در کنار فاشیست، نازیسم، کمونیسم و دیگر مکتب‌ها نوع دیگری از دیکتاتوری را به مردم دنیا نشان داده است. همانطور که این عقاید افراطی موجب ویرانی و تشویش در تمامی این کره خاکی می‌شوند، وجود حکومت دیکتاتوری ایران نیز نه تنها باعث تنش در این کشور شده، بلکه تقریباً تمامی کشورهای دنیا از گزند آن در امان نماندند. حکومت دیکتاتوری ایران با تشکیل گروه‌های تروریستی قصد برهم زدن نظم دنیا و حکومت سراسری بر جهان را دارد. واضح است که قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا سندی بر این مدعا است. هیچ حکومتی با حاکمیت دین و مذهب به دموکراسی نمی‌رسد. سکولاریسم نخستین شاخصه مدرنیته است. در حقیقت برای پیشرفت یک کشور سکولاریزاسیون باید در کل جامعه و بین مردم آن جامعه انجام شود. در آمریکا در مورد مسائلی همچون سقط جنین، ازدواج همجنسگرایان، آموزش سکس و پژوهش درباره سلول‌های بنیادی در سازمان‌های سکولار تصمیم گیری می شود. هر دیکتاتوری به دشمن نیاز دارد، یعنی به طور عمد برای بقای خود دشمن تراشی می کند و از طرف دیگر به بهانه‌های مختلف مردم کشورش را محدود می کند و در یک محیط بسته نگه می دارد. همانطور که ارزش پول و گذرنامه ایران در رنکینگ جهانی پایین هستند و مردم به سختی می توانند به کشورهای دیگر مسافرت کنند، حکومت ایران از فرستادن پیام‌های هشدار جهت رعایت کردن حجاب و عدم فعالیت فعالان مدنی با نام ارسال کننده گرداب تحت لوای پروژه گرداب برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم استفاده می‌کند. قانون مجازات اسلامی فصل اول. جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور. ماده 498. هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه، جمعیتی بیش از 2 نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می شود. ماده 499. هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده 498 عضویت یابد، به 3 ماه تا 5 سال حبس محکوم می‌گردد، مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است. ماده 500. هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. ماده 508. هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به 1 تا 10 سال حبس محکوم می شود. اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی. ماده 513. هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء اعظم یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از 1 تا 5 سال محکوم می گردد. ماده 514.
هر کس به حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به نحوی از آنها اهانت نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. برای رهبران دیکتاتوری مذهبی هیچ چیزی بالاتر از منافع انقلاب برای آنها نیست، حتی فرزندانشان. چه بسیار از مسئولانی که برای حفظ قدرت و منافع فرزندان خود را از بین بردند. از چنین کسانی که به افراد خانواده خود رحم نمی کنند، چگونه انتظار سازش و ملایمت در برابر مردم هست؟ مطمئناً برخورد وحشیانه تری با مردم عادی خواهند داشت. تقلید و تلقین از کودکی. در حکومت دیکتاتوری ایران از ابتدای دوران تحصیل و حتی قبل از آن کودکان را با تلقین احکام اسلامی شستشوی مغزی می‌دهند. حتی در برنامه‌های تلویزیون و برنامه‌های کودک مفاهیم اسلامی شیعه و کودتای 57 را به صورت زندگی نامه امامان یا داستان‌های قرآنی را با تکرار زیاد تلقین می‌کنند. از همان ابتدای تحصیل متون دینی و قرآنی را آموزش می‌دهند و به دانش آموز می‌گویند که در اسلام باید مرجع تقلید داشته باشی. مسلم است که با تقلید از فردی دیگر در دینی که به گفته خودشان تمام جوانب زندگی فرد را در بر می‌گیرد، اجازه تفکر در مسائل مختلف را از دانش آموزان می‌گیرد. چرا از ابتدا روش تحقیق و تفکر در مواجهه با مسائل را به دانش آموزان یاد نمی‌دهند؟ واضح است که در پاسخ باید گفت فرزندان ایران باید با به میل سیاستمداران ایران فکر و عمل کنند. به طور کلی افراد در سنین پایین که به درجه‌ای از رشد عقلی برای انتخاب نرسیدند نباید آموزش دینی داد و آموزه‌های یک دین خاص را تحمیل و تلقین کرد. این کار خلاف مقررات جهانی است. تربیت به شیوه دیکتاتوری و تحمیل ایدئولوژی آن باعث نابودی نسل‌های بعد نیز می شود. از جمله مشکلاتی که در سنین بزرگسالی برای این افراد ایجاد می شود این است که تشخیص درست یا غلط بودن مسائل برایشان دشوار می شود. همچنین این موضوع باعث بروز بی‌فرهنگی و بیشعوری در جامعه می شود. همان چیزی که متاسفانه در جامعه امروز ایران شاهدش هستیم. عده‌ای که تحت آن تعالیم رشد می کنند به افراد افراطی مبدل می شوند. افرادی که هر کدام می توانند به یک تروریست انتحاری تبدیل شوند. افرادی که در داخل کشور آنها را با نام‌هایی چون چماق به دست‌ها، لباس شخصی‌ها و بسیجی‌ها می‌شناسند. عده‌ای دیگر در بزرگسالی دچار دوگانگی شخصیت و وسواس روحی می‌شوند. مدام در پی تفکیک اعمال خود از گناه و ثواب می‌شوند. شاید تنها عده‌ای با مطالعه و شرایط مناسب خانوادگی بتوانند به ثبات روحی در زندگی برسند. شستشوی مغزی به طور گسترده در ایران انجام می شود و این موضوع از 2 جهت چندان به نفع کشورهای غربی نیست. 1. خطر مهاجرت تروریست‌ها به این کشورها. 2. هجوم پناهندگان از این گونه جوامع به غرب. در حال حاضر قدرتمندترین دیکتاتور خامنه‌ای رهبر ایران است که اگر اروپا و آمریکا برای تضعیف حکومت او کاری نکنند، این دیکتاتوری و تروریست‌های تحت امرش در کشورهای آنها هم دست به عملیات می‌زنند. همان گونه که قبلا هم این کار را کردند. دیکتاتوری مذهبی.
پخش فایل صوتی از آوای بوف. avayaboof.com کشور آرمانی، کشوری مانند ایران که تحت دیکتاتوری باشد هیچگاه پیشرفت نخواهد کرد و مزدورانی همچون آخوندهای حکومتی، سپاه پاسداران و تمامی کسانی که زیر پرچم دیکتاتوری اسلامی برای حفظ و بقای آن تلاش می‌کنند به چپاول ثروت‌های آن می‌پردازند. ایران کشوری است که اگر هر استانش را یک کشور مستقل فرض کنیم میتواند جزء ثروتمندترین کشورهای جهان باشد. البته با حکومت سکولار دموکرات. خوزستان با منابع نفت و گاز و دشت‌های حاصلخیز، اصفهان با مکان‌های تاریخی و دیدنی خود و مؤثر در صنعت توریسم، شهرهای ساحلی ایران با امکان صید و دیگر شهرهای ایران با منابع و معادنی که دارند، هر کدام به تنهایی با مدیریت درست و صحیح می توانند کل کشور ایران را از نظر اقتصادی تأمین کنند. ولی متاسفانه اختلاس و دزدی ثروت ایران توسط دیکتاتور اعظم خامنه‌ای و پسرانش و همچنین افراد وابسته به نظام جلوی پیشرفت و ترقی ایران را گرفته است. یکی دیگر از صدماتی که دیکتاتوری حاکم به کشور و مردم وارد کرده تبعیض نژادی و قومیتی است. مخصوصاً اگر مذهب مردم آنجا سنی باشد به مراتب اوضاع بدتر است. به طوری که در مناطق مرزنشین از کمبود امکانات رفاهی و تحصیلی رنج میبرند. سیاست حکومت به وجود آوردن ترس در بین مرزنشینان هست، ولی چون برای باقی استانها این سیاست پاسخگو نیست، رفاه بیشتری نسبت به مرزنشینان دارند. استانهای مرزی ایران هر کدام منابع فراوانی دارند که اگر درست مدیریت شود می تواند رفاه زیادی نصیب آنها شود. عقاید مذهبی. چرا باید به خدا، دین و مذهب اعتقاد داشت؟ در دین اسلام مطرح شده است که گزینش یک دین کاملا اختیاری است و از نظر حکومت دیکتاتوری ایران کسی که از پدر و مادر مسلمان زاده می شود باید مسلمان باشد و اگر در آینده خواستار تغییر دین خود شود مرتد محسوب می شود و حکمش اعدام است. شاید این پرسش مطرح شود که چرا افرادی که خواهان تغییر دین خود هستند این موضوع را مخفی نگه نمی دارند تا مرتد و اعدام نشوند؟ در پاسخ باید توضیح داده شود که متاسفانه در ایران در هر گونه پرسشنامه یا فرم‌های ثبت نامی یا استخدامی برای ورود به مدارس یا دانشگاه یا حتی بازار کار دولتی از شما در مورد دین و حتی مذهبتان سوال پرسیده می شود و موقع برگزاری نماز ملزم به اقامه نماز به سبک شیعه هستید. همچنین رعایت حجاب و چهارچوب‌های اجباری اسلامی، خواندن اجباری کتاب‌های دینی و مذهبی در مدارس و دانشگاه راهی برای مخفی کردن این موضوع نمی‌گذارد. در صورتی که این مسئله آشکار شود، تمامی حقوق اولیه انسانی را از شما سلب می‌کنند. زیرا از ارکان تثبیت دیکتاتوری اسلامی اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه است که از موارد لازم آن مسلمان شیعه بودن است. البته در دیکتاتوری اسلامی ایران اسلام و مسائل شیعه تنها حربه‌ای برای ماندن در قدرت است. حتی کشورهای مسلمان منطقه هم با این دیکتاتوری مخالف هستند. بیایید از منظر دین اسلام به حکومت دیکتاتوری موجود بنگریم.
در نظر دین اسلام ستمگران گناهکاران بزرگند و ستمپذیری هم به همان اندازه گناه بزرگی است. انسان آزاده است و باید در مقابل ستم طبقاتی، گروهی، شخصی مقاومت کند. قرآن تأکید دارد روی این مسئله که هیچ انسانی در هر شرایط اجتماعی تحت تأثیر جبر اقتصادی، اجتماعی، تاریخی به کفر و فساد و محرومیت و تبهکاری کشانده نمی شود. چون انسان آزاد است از حاکمیت هر گونه جبر. مردم ایران که اعتقاد دارند امام سومشان در راه مبارزه با بی‌عدالتی و راه حق کشته شده، در مقابل ظلم سکوت می کنند. یعنی قدرت تفکر در این حد از مردم ایران گرفته شده که در مورد کوچکترین مسائل هم توان تفکر و تصمیم گیری ندارند. این یکی از اهداف دیکتاتوری هاست. همانطور که نوشتم، حتی اگر مردم ایران بخواهند به آموزه های دین خود عمل کنند، اصولا نباید در برابر ظلم حاکم سکوت کنند. ولی متاسفانه شستشوی مغزی دوران حکومت آخوندی به خوبی پیاده سازی شده است. عامل پیدایش دین چیست؟ اولین کسانی که از وجود دین و دینداری صحبت به میان آوردند چه کسانی بودند؟ در کتاب‌های دینی آمده است که رسالت پیامبران دعوت مردم به یکتاپرستی بوده و هیچ کدام تبلیغ دین یا مذهب خاصی را نکردند. دین را سیاستمداران به وجود آوردند تا به وسیله آن بر مردم حکمرانی کنند. در جوامع عقب مانده و جهان سوم راحت‌ترین و بهترین شیوه حکمرانی و توجیه هر عملی توسط سیاستمداران استفاده از دین است. در یک جمله، دین برای سوء استفاده از ملت‌ها ساخته شده است. در سیاست و شیوه حکومت دیکتاتورها همیشه افراط بوده است. بعضی با افراط در دین و برقراری حکومت دینی و مذهبی، بعضی با افراط در ملیگرایی و برخی دیگر با نژاد پرستی، افراطگرایی را در جوامع در معرض نمایش قرار می دهند. البته تنها در جوامعی که آزادی افکار و اندیشه وجود ندارد و در سطح پایینی از فرهنگ و آگاهی باشند، این دیکتاتورها توانایی حکومت دارند. اسم حکومت جمهوری اسلامی در هر جایی که باشد متکی بر فساد است، مانند پاکستان، افغانستان، سودان. صفت اسلامی نیز هر جایی باشد تمام منابع آن کشور جزء غنایم جنگی می شود. یعنی مسلمانان این حق را به خودشان می دهند که غارت کنند و با اصول خودشان این موضوع امری طبیعی است. ملا کنی گفته است در اسلام دارایی معنایی ندارد و به طور موقت به شما داده می شود و هر چیزی متعلق به خداست و هر زمانی که حاکم شرع تقاضا کند به او تعلق می گیرد. این نکته بدان معناست که از دید آخوندهای حاکم هر کسی که کافر است یا مسلمان نیست می توان اموالش را غارت کرد. هر راهی برای بقا حاکم باشد باید انجام شود، حتی بدترین کارهای خلاف اخلاق. فرهنگ همیشه غالب می شود بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران بر چنگیز مغول غالب شده. روزی بر آخوندها هم غالب می شود و آخوندها این را می دانستند. برای همین سعی کردند در طول دوران حکومتشان فرهنگ ایرانیان را با وارد کردن خرافات و جهل در آن و بی اهمیت کردن آیین‌های ایرانی از بین ببرند. چگونه مغزمان را شستشو دادند؟ همان گونه که گفته شد، حکومت دیکتاتوری ایران از دین و مذهب برای ماندن در قدرت استفاده می کند.
به گونه‌ای که خامنه‌ای را جانشین نجات دهنده‌ای که در تشیع به آن حضرت مهدی یا امام زمان میگویند میدانند و حرف خامنه‌ای در هر اموری حکم حرف امام زمان را دارد و حرف تمام کننده است. خامنه‌ای در ایران علاوه بر اختیارات بسیاری که دارد، حق وتو نیز دارد و ثروتمندترین فرد در کشور ایران است. جای بسی تأسف است فردی عراقی صاحب تمام ثروت کشوری دیرینه همچون ایران شود. البته ناگفته نماند به لطف حضور رهبری عراقی بسیاری از سران کشور نیز عراقی هستند. عراقی که 8 سال با ایران و ایرانی در جنگ بود. حال باید نفوذ تفکرات، اعتقادات و عقاید این افراد که در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فردی، اقتصادی بر افکار عمومی به خصوص افکار کودکان و نوجوانان را با آگاهی از بین برد. این اعمال نفوذ آنها تعریفی به جز شستشوی مغزی فرزندان این کشور ندارد و حقیقتاً بعد از سقوط دیکتاتوری ایران باید فکری به حال نسل آینده ایران کرد و شاید به نوعی باید همه چیز، حتی مسائل فرهنگی و رفتاری انسانها در ایران از ابتدا به روش درست و اصولی بدور از عقاید شخصی و فردی آموزش داده شود. یکی از دغدغه‌های اصلی بی‌فرهنگی غالب بر جامعه است. با اینکه در اسلام بیان شده است که خداوند هر لحظه بر اعمال انسانها ناظر است، اما گناه می کنند و تنها استدلالشان این است که قبل از مرگ توبه می کنیم. شاید استدلال آخوندهای حکومتی و در کل افراد وابسته به دیکتاتوری همین است که اسلام را قربانی ماندن در قدرت کردند. علی از امامان شیعه در نهج البلاغه آورده است: مردم هر کشوری از خوی و رفتار حاکمانشان تأثیر می‌گیرند و بی‌فرهنگی و بیشعوری افراد وابسته حکومتی بر مردم نیز تأثیر گذاشته است. این مسئله را میتوان از آمارهای جهانی مانند رتبه کتابخوانی در ایران، رتبه عصبانیت، طرز رانندگی و در کل آمار جرم و جنایت در ایران نسبت به دیگر کشورها متوجه شد. یکی از مسائلی که در ایران باعث تأسف است، ترجیح دادن اسمهای عربی و مذهبی به جای اسمهای ملی و ایرانی است. البته هر فرد در نامگذاری فرزندش آزاد است و ریشه این مسئله که چرا اسمهای مذهبی را ترجیح می‌دهند چیست؟ آیا دلیلش این نیست که در طول دوران تحصیل اکثریت محتوای درسی به شخصیت‌های مذهبی پرداخته شده و در کمتر موردی به شخصیت‌های سرداران و پادشاهان و افسانه‌های ایرانی پرداخته شده است؟ و این کار با هدف پیاده سازی تفکرات مذهبی به طور سازمان یافته توسط حکومت انجام شده است. یکی از اهداف اصلی نازیسم همانند جمهوری اسلامی تغییر فرهنگ بوده است و یکی از نخستین کارهای رهبران نازی بعد از کسب قدرت هماهنگ سازی تمام سازمانهای فرهنگی، اجتماعی، هنری و مدنی با ایدئولوژی نازی ها بوده است. دیکتاتوری اسلامی نیز همانند نازی ها با کنترل مطبوعات، سینما و تلویزیون و البته هر سازمانی که رسالتش توسعه فرهنگ در بین مردم است، سعی در نفوذ و تلقین ایدئولوژی خود در بین مردم کرده است. مؤسسات تفتیش عقاید مانند اتحاد هنرمندان در آلمان در ایران با نام شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند و این شورا با هر گونه نظر و عقیده‌ای خلاف عقاید جمهوری اسلامی برخورد می‌کند.
جامعه مدنی تماماً تنوع سلیقه، فکر و نظر است و هر کسی آزادانه باید بتواند نظر خود را ابراز کند، ولی این موضوع در جمهوری اسلامی ممنوع است. نمونه بارز از سانسور در دیکتاتوری اسلامی عدم نمایش آلات موسیقی در تلویزیون ملی است. تلویزیونی که اسلحه را نشان می‌دهد و حکومتی که در ملأ عام اعدام می‌کند آلات موسیقی را نشان نمی‌دهد. واپسگرایی و عقب ماندگی اصولاً از حکومتی که مبنای قوانینش بر اساس دینی که قوانینش صدها سال پیش وضع شده و تطابقی با دنیای مدرن نداشته باشد، نباید انتظار پیشرفت و ترقی داشت. و البته از جمله مواردی که مورد توجه است، بحث حجاب زنان در جامعه است. همین مسئله در مورد حجاب و مسائل دیگر در ایران صدق می کند. انتخاب نوع حجاب و پوشش در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای عربی و مسلمان نیز اختیاری است. ولی این مسئله در ایران کاملا اجباری است و در صورت مشاهده بی‌حجابی نیروی انتظامی ایران مسئول برخورد با این افراد است. جالب اینجاست که حتی رانندگان تاکسی مرد نیز در تابستان موظف به پوشیدن لباس با آستین بلند هستند. همان گونه که در گذشته‌های نه چندان دور اعمال زور برای برداشتن حجاب به ضرب چماق و یا عدم حق انتخاب برای رفتن دخترانمان به مکتب و مدرسه باعث تعجب ما و سرزنش تفکر شنیع و قرون وسطایی گذشتگانمان است، بدون شک امروز هم خودسوزی دختری که دلیل کارش تمدید حکم بازداشتش به اتهام تلاش برای دیدن یک مسابقه فوتبال بوده، برای آیندگان غیر قابل درک و نشأت گرفته از یک تفکر پوسیده و چندشاور است. و آیندگان از گذشتگان در مورد سکوتشان پرسش خواهند کرد و همچنین این سوال که چرا غرب در مقابل این همه تبعیض در ایران کاری انجام نمیداد؟ آیا منافع مادی کشورها به زندگی و جان انسانهای باقی نقاط دنیا ارجحیت دارد؟ یا اصلاً اگر هم کاری در برابر حکومت ایران انجام ندادید، حداقل در باقی زمینه‌ها همکاری نمی کردید؟ عامل اصلی پیشرفت یک جامعه آگاهی مردم آن جامعه است. ولی متاسفانه در حکومت دیکتاتوری ایران هر تلاشی صورت می‌گیرد تا مردم به هیچ گونه آگاهی نرسند. مثلا در مدارس ایران برای شرکت کردن در نماز جماعت مدرسه جایزه و پاداش در نظر می‌گیرند. ولی این مسئله که بچه‌ها در هفته چند کتاب مطالعه می‌کنند به هیچ وجه اهمیتی ندارد. یا مثلا موضوع سفر به خارج از کشور را که بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که برای رفتن به کشورهای مذهبی مثل عراق، سوریه و مکه گرفتن ویزا و شرایط دیگر کاملا راحت است. حتی وام‌های بدون بهره می‌دهند. اما کشورهای دیگر که اسلامی نیستند و ممکن است ایرانی‌ها بروند و تفاوت‌ها مثل ارزش انسان‌ها و رعایت حقوق شهروندی را بفهمند و آگاه شوند، این گونه نیست و سرزمین یا بلاد کفر نامیده می‌شود. به طور کلی حکومت دیکتاتوری ایران معتقد است در صورتی که مردم آگاه باشند نحوه اعتراض را یاد می‌گیرند، با حقوق خودشان آشنا می‌شوند و یاد می‌گیرند چگونه متحد شوند. دانستن مردم یعنی پایان دیکتاتوری.
دسته‌ای از نزدیکان و حلقه‌های وابسته و جیره‌خوارهای نظام بر این باورند که ایران در زمینه هسته‌ای و مقالات علمی در رتبه‌های برتر دنیاست. ولی هرگز نمیگویند که این پیشرفت‌ها چه تأثیر مثبتی در زندگی مردم و اشتغال زایی داشته است. روز به روز از کشورهای دیگر عقب افتاده تر می شویم چون نحوه به کارگیری علم را نمی دانیم. در زمینه هسته‌ای و ساخت نیروگاه هزینه‌های بسیاری شده است که نه تنها سودی برای مردم کشور ایران نداشته است، بلکه فقط سلاحی برای تهدید و جنگ افروزی در دنیا شده است. مانند حکایت آسیاب بادی در کتاب مزرعه حیوانات. عوامل وابسته به حکومت تنها در پی غارت سرمایه‌های ایران برای خود و فرزندانشان هستند و با اینکه همه مردم ایران این موضوع را می‌دانند ولی جرأت اعتراض ندارند و یا به عبارتی به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود از اعتراض می‌ترسند. فرهنگ و تفکر، تعصب و جهل. یکی از مسائلی که ایرانیان به آن افتخار می‌کنند فرهنگ و تمدن ایرانیان است. البته فرهنگی که در گذشته ایران بوده است و امروزه آثار آن بسیار بسیار کمرنگ شده است. رژیم آخوندی ایران از ترفند تفرقه بینداز و حکومت کن استفاده می کند و مردم ایران نیز ناخواسته وارد این بازی شدند، به طوری که هر قومی خود را برتر می داند. حتی در میان اقوام همزبان و همنژاد نیز تفرقه وجود دارد و گروهی خود را برتر از دیگری می‌دانند و یا حتی در پی آن هستند که خود را آریایی اصیل معرفی کنند که خب این نوعی نژاد پرستی و یکی از عوامل واپسگرایی است. امامان مذهب شیعه مردم را به راستگویی و درستکاری دعوت کردند. در ماه محرم عزاداری‌های گسترده‌ای در ایران به مناسبت شهادت امام حسین برگزار می‌گردد و متاسفانه طیف گسترده‌ای از افرادی که دروغگویی، رشوه، ربا، گرانفروشی جزو رفتار هر روزشان بوده و برایشان امری عادی و طبیعی است، به خیابان‌ها و مساجد می‌روند و به دور از رعایت حقوق همسایه‌ها با سر و صدای زیاد و بلند عزاداری می‌کنند و شعار رهبر دیکتاتور هم در این زمینه این است که این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. یعنی اعتقاد و استدلال رهبر نظام این است که این عزاداری‌های افراطی که در کوچه و خیابان راه می‌افتند و اصلاً هم توجهی به این نمی‌کنند که ممکن است در خانه‌ای افراد مسن، کودک و بیمار باشد که نیاز به سکوت و آرامش داشته باشند، اسلام را زنده نگه می‌دارد. چطور ممکن است مسئله‌ای که باعث مردم آزاری می شود و یک مشت خرافه را فریاد می زند اسلام را زنده نگه دارد؟ اسلامی که مخالف مردم آزاری است؟ مسلم است که آخوندهای حکومتی می دانند که یکی از پایه‌های ماندن بر سر قدرت همین مراسم‌های مذهبی است. به همین دلیل هم هست که به گفتن خرافات بیشتر و الغای بیشتر آنها به افکار مردم می‌افزایند و مثلا به آنها میگویند اگر برای امام حسین گریه کنید تمام گناهانتان آمرزیده می شود. آیا مردمی که در پی خرافاتی این چنین هستند شایسته زندگی بهتری از تحت حاکمیت آخوندها هستند؟ آیا در صورت نبود حاکمیت آخوندی باید انتظار پیشرفت و ترقی داشت؟ تصور بنده این است که خیر.
تا وقتی که مردم ایران از نظر فرهنگی و شعور اجتماعی و مدنی رشد نکرده باشند هیچ پیشرفتی رخ نخواهد داد. تا وقتی که این خرافات در ذهن مردم باشد و به جای سرلوحه قرار دادن گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک به آنچه که خداوند موهومشان گفته است عمل کنند، هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود. فقر فرهنگی یکی از عوامل مهم در ماندگاری حاکمیت آخوند است. البته از آنجایی که این فرهنگ آخوندی تقریباً در زندگی تک تک افراد جامعه رسوخ کرده است، برای از بین بردن فرهنگ آخوندی غالب بر جامعه باید از خودمان شروع کنیم. به حقوق همدیگر احترام بگذاریم، دروغ نگوییم و حق یکدیگر را ضایع نکنیم. شاید عده‌ای بگویند که ما این کارها را نمی کنیم یا چون بقیه این کارها را می کنند ما هم مجبور می شویم مثل خودشان رفتار کنیم. ولی باید یاد بگیریم چیزی که برای خود نمی پسندیم برای دیگران هم نپسندیم. مطالعه کنیم، در موضوعات پیش رو تفکر کنیم. دلیل مهم اوضاع حال حاضر کشور جهل مردم است و دیکتاتوری ایران خواهان این جهل است. در زمان انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات گسترده‌ای می شود. سعی می کنند با حربه انتخاب بین بد و بدتر مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. حتی از رأیگیری‌های بعد از انقلاب هم میتوان دریافت که در همان اوایل مردم به اشتباهی که کرده بودند پی برده و در رأیگیری‌ها شرکت نمی‌کردند. هیچ نظام دیکتاتوری در هیچ جای جهان مجری قانون نبوده، حتی قانون مدون و مصوب خودش. بنده تعجب می کنم چطور می شود به این راحتی عده بسیار زیادی از مردم را گمراه کرد. جهل به معنای عدم داشتن مدارک تحصیلی نیست. چه بسا انسان‌هایی که مدارک عالی دانشگاهی دارند ولی فریب پروپاگاندای نظام را خوردند. هنوز هم در بین مردم ایران انسان‌های بسیار ساده‌لوح و نادانی میتوان یافت که با وجود اینکه میدانند اکثریت آخوندها دزد هستند ولی باز به آنها اعتماد کرده و پول خود را در اختیار آنها قرار میدهند. جهل به معنی عدم تفکر اصولی و منطقی در موضوعات و مسائل پیش آمده است. به معنی عدم مطالعه و دانش تحقیق در مسئله و اظهار نظر در مورد آن است. شاید بدترین و بی‌فرهنگ‌ترین افراد دینداران افراطی باشند. کسانی که تحمل نقد و بحث ندارند. بدون شک افراطی‌های یک جامعه نه تنها برای آن کشور یک خطر تلقی می‌شوند بلکه برای کل مردم دنیا یک تهدید هستند. همانند داعش که از عراق و سوریه سر درآوردند و حملات تروریستی را در اروپا و دیگر نقاط دنیا ادامه دادند. جامعه جهانی باید بداند جمهوری اسلامی ایران و البته حلقه های آن مانند سپاه و وزارت اطلاعات به مراتب خطرناکتر از هر گروه تروریستی دیگری هستند و دیر یا زود گریبان آنها را خواهد گرفت. تعصب بر روی هر چیزی نشان از بی‌فرهنگی دارد. مانند چاپ کاریکاتور حضرت محمد در نشریه چارلی هبدو و اعتراض و تهدیدهای متعصبان مذهبی. اگر با دیدن تصاویر زیر به تصویرگر ناسزا گفتید و در مخیله خود به نوعی او را به دار آویختید، بنابراین بدانید شما هم یک داعشی هستید. چون آنها هم نمی توانستند آزادی بیان و تفکر را تحمل کنند و شاید بتوان به این نوع از انسانها لقب تروریست اندیشه را داد.
AvoyaBook.com. دیکتاتوری مذهبی. پخش فایل صوتی از آوای بوف. AvoyaBook.com. تربیت فرزندان. مهمترین مسئله در جامعه کنونی ایران سقوط دیکتاتوری اسلامی و سرنگونی حکومت آخوندی نیست. زیرا با روند پیشرو سقوط این رژیم امری بدیهی است. مهمترین مسئله در حال حاضر تربیت فرزندان و نسل آینده است که ایران را می‌سازند. شیوه آموزشی و تربیتی دیکتاتوری اسلامی و خوراندن تعصب، خرافات و جهل تا نسل‌ها در بین مردم ایران ادامه دارد. حتی افراد تحصیل کرده و دارای مراتب علمی هم گرفتار این گونه افکار و عقاید هستند. البته نباید کسی را سرزنش کرد. وقتی از سنین پایین با آموزه‌های این حکومت رشد کردند و شستشوی مغزی شدند، تأثیرپذیری انکار ناپذیر است. حال چه باید کرد؟ در ابتدا لازم است هر مطلبی را با تفکر پذیرفت. پذیرفتن هیچ چیزی اجباری نیست. حتی پذیرفتن وجود خدا هم باید با تفکر و تصمیم شخص باشد. آخوندها و مذهبیان در ایران یاد دادند که هر کسی قدرت تصمیم گیری در مورد آینده خود را ندارد و باید در مسائل مختلف بدون چون و چرا از ما تبعیت کند. به عنوان نمونه میتوان به فیلتر کردن اینترنت و شبکه‌های مجازی، انتخاب طرز پوشش و حجاب، انتخاب گرایش جنسی و مسائلی از این دست اشاره کرد. نکته بعد این است که نباید روی چیزی تعصب کورکورانه داشت و در تفکر کردن خط قرمزها رو کنار بگذاریم. مثلا نباید فکر کنیم که اگر در وجود خدا شک کردیم و قصد تحقیق و تفکر در این باره را داشتیم مرتکب گناه می‌شویم و خداوند عذابمان می‌دهد. و هر چیزی که اعتقاد دارید باید به اصول آن پایبند باشید. اگر مسلمان هستید به همه آموزه‌های اسلام عمل کنید یا دیگر ادیان را باور دارید به اصول آنها احترام بگذارید و عمل کنید و حتی اگر بیدین هستید چهارچوب اخلاقی و اجتماعی را رعایت کنید. زیرا رشد و پیشرفت کشورها از نظر فرهنگی از رفتار مردم آنها شروع شده است. اصل قابل توجه بعدی احترام به عقاید و حقوق یکدیگر است. باید به طرز پوشش، اعتقادات مذهبی و دینی یکدیگر احترام بگذاریم. حتی احترام به یکدیگر در حین رانندگی که به نظر موضوع ساده و پیش پا افتاده ای است را نباید فراموش کنیم. چرا که همین رفتارهای کوچک فرهنگ یک جامعه را شکل می دهند. مردم ایران تمدن غنی دارند و در گذشته نیز فرهنگ غنی داشتند که با ورود اسلام و مخصوصاً در این 40 سال حکومت دیکتاتوری اسلامی قسمت‌هایی از این فرهنگ غنی از بین رفته و با جهل و خرافات آمیخته شده است. حال نباید بگوییم حتماً به چیزی که در گذشته اعتقاد داشتیم و رعایت می کردیم اکنون هم ملزم به رعایت آن هستیم، بلکه می توان با الهام از گذشته تفکر و تعقل و همگام با پیشرفت قوانین به اصول درست و صحیح برسیم. نباید در مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران را با دیگر کشورهای غربی یا حتی جهان سوم مقایسه کرد. قرار نیست ایران مانند دیگر کشورها شود.
بلکه ما می‌خواهیم ایران حتی از کشورهای غربی پیشرفته‌تر و با مردمی با فرهنگ‌تر و مرفه‌تر شود. برای همین نباید در مورد مسئله‌ای بگوییم فلان اتفاقها در غرب هم اتفاق می‌افتد و مسئله حادی نیست، بلکه باید بگوییم در کشور ما نباید شاهد تجاوز، ازدواج در سن پایین باشیم. شیمون پرز در مورد صلح فلسطین و اسرائیل گفته بود هم خبر خوب هست و هم خبر بد. خبر خوب این که روشنایی در انتهای تونل هست و خبر بد این که تونلی نمی بینم. هر کدام از مردم ایران باید برای پیشرفت کشور در به وجود آوردن تونل صلح با غرب پیش قدم شوند. مسائل زیادی با به روی کار آمدن دیکتاتوری مذهبی به وجود آمده است. به عنوان مثال، انقراض حیوانات ایران به دلیل بی‌توجهی مسئولین و اینکه بعضی از همین مسئولان شکارچی هستند و در قبال مبالغ گزاف به افراد از کشورهای دیگر مجوز شکار می‌دهند و اینکه هیچ وقت شکار را ممنوع اعلام نمی‌کنند. اینکه پول‌هایی که از سازمان بهداشت جهانی گرفته می‌شود برای مسئولین و فرزندانشان یا تروریست هزینه می‌شود و به مردم روستاها رسیدگی نمی‌کنند و به ایدز مبتلا می‌شوند، مسئله اصلی حال حاضر نیست. طرح مسکن ملی را مانند مسکن مهر برای چپاول پولهای مردم را اندازی می کنند. این مسئله مهمی نیست. همه اینها و خیلی دیگر از نابودی هایی که دیکتاتور مذهبی در ایران به وجود آورده قابل جبران است. ولی فرهنگ نابود شده ایرانیان شاید تا نسلها آثارش بر جای بماند. متفرقه. این قسمت شامل مطالبی است که باید فرا گرفت. ممکن است در طول تاریخ این اتفاقات در انبوه بلایایی که دیکتاتوری بر سر مردم آورده به فراموشی سپرده شود. در هر قسمت تنها اشاره‌ای به مطالب شده است و همینطور مطالبی مرتبط با سیاست که دانستن آن بهتر از ندانستن است. در کشوری زندگی می‌کنیم که کارگر را به جرم اعتراض برای ندادن حقوقش زندانی می‌کنند. دختران را به دلیل بی‌حجابی کتک می‌زنند. رقصیدن یک کودک ممنوع است. ولی فردی که تهدید به اسید پاشی می کند آزادانه در جامعه زندگی می کند. با فردی که یک قاتل است ولی چون از خودیهای نظام است برخوردی نمی کنند. رهبرش تهدید می کند که اگر اجتماع و اعتراض کردید عواقبش به عهده خودتان است. این حکومت با مردم خودش این برخورد را می کند. اگر این حکومت باقی بماند و شبکه تروریستی خود را گسترش دهد، مطمئناً با مردم باقی دنیا بدتر از اینها رفتار خواهد کرد. به عنوان نمونه میتوان از ترور میکونوس یاد کرد. تنها تفاوت این حکومت با داعش ساختار منظمتر آن است، وگرنه رهبران آن حتی از داعش هم وحشی‌تر هستند. در صفحه 44 تصویر مجلس رو مشاهده می‌کنید. مجلسی که باید حامی مردم باشد با لباس تروریست‌ها قانونگذاری می‌کند. در صفحه 45 جمعی از فعالان مدنی و معترضان به حجاب اجباری حکومت به صورت خانوادگی دستگیر می کند. راحله احمدی مادر صبا کرد افشاری و منیره عربشاهی مادر یاسمن آریانی برای اینکه دخترانشان را تحت فشار قرار دهند حکومت به صورت خانوادگی دستگیر می کند. در صفحه 46 تصویر برادر مسیح علی نژاد را مشاهده می کنید.
برای تحت فشار قرار دادن مسیح علی نژاد برادر او را هم دستگیر کردند. به گفته مسیح علی نژاد ریختند خانه برادرم علی و او را مقابل چشم مادر 70 ساله و 2 کودک خردسالش بازداشت کردند و برای بازجویی بردند و حالا به سراغ سایر بستگانم هم رفتند. تراژی کمدی. شهردار سابق تهران بعد از قتل همسرش اینگونه مورد استقبال پلیس قرار می‌گیرد. تصویری از محمد علی نجفی رو مشاهده می‌کنید که به پلیس آگاهی تهران مراجعه کرده و خود را تسلیم مأموران کرد. البته ایشان در نهایت به قرار وثیقه آزاد می‌شوند. شما تصور کنید یکی از مسئولان حال حاضر کشور فردی را به قتل برساند، با او چگونه برخورد می‌شود؟ در صفحه 47 تصویر گوهر عشقی و ستار بهشتی را مشاهده می‌کنید. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی. ستار کارگر و فعال سایبری زیر شکنجه جان باخت. تصویر رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن، اعضای فعلی و سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان به 18 سال زندان محکوم شدند. به جرم اندیشیدن و قلم زدن هر سه محکوم شدند. ایران زندان اندیشه و بیان. ویدا موحد، اولین دختر خیابان انقلاب، به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. گلرخ ایرایی بعد از 2 سال حبس به قید وثیقه آزاد شد و در زندانی بزرگتر چشم به راه آزادی همسرش آرش صادقی است. زنی که به جرم نوشتن مطلبی علیه سنگسار حبس کشید. در صفحه 49 زندانیانی که صدایی ندارند را فراموش نکنیم. علیرضا شیرمحمد علی و برزان محمدی، 2 تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ و فرشافویه، از لحاظ امنیت، بهداشت و تغذیه تحت فشار هستند. علیرضا شیرمحمد علی، فعال تلگرامی، در تاریخ 24 تیر 97 بازداشت شده و با اتهامات توهین به روح الله خمینی، توهین به علی خامنه‌ای، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 8 سال حبس محکوم شد. و برزان محمدی در جریان تظاهرات سراسری 11 مرداد 97 بازداشت و با اتهامات اجتماع و تبانی تبلیغ علیه نظام محکوم به 6 سال حبس شده است. سلمان رشدی و فتوای خمینی. همانطور که در مورد احمد سلمان رشدی می‌دانید، 4مین اثر وی، آیات شیطانی، اعتراضاتی را در کشورهای اسلامی برانگیخت. پس از آن فتوای صادره روح الله خمینی مبنی بر ضرورت کشتن وی باعث شد تا سلمان رشدی سالیان درازی به زندگی مخفیانه روی آورد و تنها در مناسبت‌های خاص در انظار ظاهر شود. روح الله خمینی در 25 بهمن 1367 مصادف با 14 فوریه 1989 حکم کشتن سلمان رشدی را صادر کرد و این فتوا تا به امروز بر قوت خود باقی است. رهبر فعلی ایران سید علی خامنه‌ای نیز در سال 1383 خورشیدی حکم خمینی را غیر قابل تغییر خواند. پس از این فتوا برخی از نهادهای دولتی ایران جایزه‌هایی را برای کشتن او تعیین کردند. به عقیده برنارد لوئیس، استاد بازنشسته مطالعات خاور نزدیک دانشگاه پرینستون، تشویق مسلمانان به کشتن سلمان رشدی به شکل قابل ملاحظه‌ای از سنت رایج اسلامی فاصله می گرفت. به گفته لوئیس، به صورت تاریخی اکثریت فقها معتقدند که شخصی که به ارتداد متهم می شود باید به محکمه قضاوت آورده شود، اتهام او بیان شده و سپس فرصت دفاع به او داده شود.
بعد از طی همه این مراحل قاضی حکم را در مورد او صادر می کند. وجود این مراحل لازم است، زیرا به گفته لوئیس هدف فقه اسلامی اجرای عدالت و قانون است و نه اعلام حکم بدون محاکمه و ایجاد ترس در میان افراد. اما دیدگاه فقها این بوده است که توهین یک مسلمان به پیامبر اسلام آنقدر بزرگ است که نیازی به برپایی دادگاه نیست. این گروه نظر خود را بر پایه حدیثی که صحتش مورد اختلاف است قرار می‌دهند که محمد در آن اعلام می‌کند: هر کسی که به من توهین بکند و مسلمانی آن را بشنود باید فوراً شخص توهین کننده را بکشد. به گفته لوئیس حتی در بین فقهایی که صحت این حدیث را میپذیرند اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آنها صدور حکم کشتن بدون انجام تشریفات را حرام دانسته و معتقدند کسی که کشتن را مرتکب شود باید خود مجازات شود. گروه دیگر از این اقلیت فقها به این نکته اشاره می کنند که بر اساس حدیث ذکر شده کشتن شخص توهین کننده به محض شنیدن توهین نه اینکه توصیه شده باشد بلکه واجب است و انجام ندادن آن گناه محسوب می شود. به گفته لوئیس حتی محافظه‌کارترین و پرشدت‌ترین فقها که رأی به کشتن کسی که در حضور و روبروی مسلمانی به حضرت محمد توهین می‌کند را می‌دهند، تا آن حد پیش نمی‌روند که حکمی راجع به درخواست برای کشتن کسی که در کشوری دیگر گزارش توهینش آمده را بدهند. بدین سان دیدگاه خمینی در تاریخ اسلام کم سابقه است. و این هم یکی دیگر از نقض عدالت‌های وحشیانه دیکتاتوری مذهبی. قتل‌های زنجیره‌ای. گوشه‌ای از قتل‌های زنجیره‌ای جمهوری اسلامی، کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی منتقد نظام جمهوری اسلامی در دهه 70 خورشیدی در داخل و خارج از ایران که به گفته برخی از منابع با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و قربان علی دوری نجف آبادی، اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی انجام شد. گرچه در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال اتفاق افتاده است. قربانیان این قتل‌ها بیش از 80 نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنشگران سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه سازی حمله قلبی به قتل رسیدند. در پاییز و زمستان سال 1377 برابر با 1998 میلادی و هنگام به قتل رسیدن داریوش فروهر، پروانه اسکندری و 3 نویسنده مخالف نظام در عرض 2 ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند. هیچ چیز در هیچ دوره و زمانه‌ای همچون تعهد روشنفکران و هنرمندان جامعه خوف انگیز و آسایش برهمزن و خانه خراب کنه کژی‌ها و کاستی‌ها نیست. چرا که تعهد اژدهایی است که گرانبهاترین گنج عالم را پاس می‌دارد. گنجی که نامش آزادی و حق حیات ملت هاست و این اژدهای پاسدار میباید از دسترس مرگ دور بماند تا آن گنج عظیم را از دسترس تاراجیان دور بدارد. میباید اژدهایی باشد بی مرگ و بی آشتی و بدین سبب میباید 1000 سر داشته باشد و 1 سودا. اما اگر 1 سرش باشد و 1000 سودا، چون مرگ بر او بتازد گنج
بی پاسدار میماند. احمد شاملو. باید هر کدام از ما ایرانیان سری از سرهای اژدها باشیم و در جهت سرنگونی دیکتاتوری مذهبی گام برداریم و رهبران دیکتاتوری بدانند که با قطع هر سرهای دیگری هستند که به خونخواهی و تحقق عدالت برمیخیزند. ماجرای کوی دانشگاه. در 15 تیر 1378 روزنامه سلام نامه ای از سعید امامی که 16 مهر 1377 نوشته شده بود خطاب به قربان علی دوری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات را منتشر کرد. سعید امامی در این نامه از وضعیت فرهنگی کشور ابراز نگرانی کرده بود. در پی انتشار این نامه روزنامه سلام در 18 تیر توقیف شد. شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در کوی دانشگاه تجمعی در اعتراض به توقیف سلام برگزار کردند. پلیس، ماموران امنیتی و نیروهای لباس شخصی شبانه به کوی دانشگاه تهران ریختند و دانشجویان را کتک زدند. دست کم 1 نفر در این حمله کشته شد. آدولف آیشمن، افسر بلندپایه حزب نازی که مسئول انتقال یهودیان به اردوگاه‌های مرگ در جنگ جهانی دوم بود. در زندگی عادی او یک مرد معمولی، وظیفه‌شناس و مهربان بود. پس از دستگیری مدعی شد که تنها از اوامر اطاعت کرده و وظیفه‌اش را انجام می‌داده. در دادگاه گفت: من آن هیولایی نیستم که از من ساخته شد. من قربانی هستم. اما این انجام وظیفه بدون توجه به مسئولیت فردی در حین انجام کار از او هیولایی ساخت که عامل مرگ هزاران نفر شد. آیشمن وظیفه را جایگزین وجدان و اخلاق کرده بود. وفاداری یا اطاعت کورکورانه از قانون میتواند از ما ماشینی بی اراده بسازد که هر گونه ستمگری و تجاوز به حریم دیگران را با نقاب قانون یا اطاعت از دستورات توجیه میکند. ماجرای کوی دانشگاه. در 15 تیر 1378 روزنامه سلام نامه ای از سعید امامی که 16 مهر 1377 نوشته شده بود خطاب به قربان علی دوری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات را منتشر کرد. سعید امامی در این نامه از وضعیت فرهنگی کشور ابراز نگرانی کرده بود. در پی انتشار این نامه روزنامه سلام در 18 تیر توقیف شد. شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در کوی دانشگاه تجمعی در اعتراض به توقیف سلام برگزار کردند. پلیس، ماموران امنیتی و نیروهای لباس شخصی شبانه به کوی دانشگاه تهران ریختند و دانشجویان را کتک زدند. دست کم 1 نفر در این حمله کشته شد. آدولف آیشمن، افسر بلندپایه حزب نازی که مسئول انتقال یهودیان به اردوگاه‌های مرگ در جنگ جهانی دوم بود. در زندگی عادی او یک مرد معمولی، وظیفه‌شناس و مهربان بود. پس از دستگیری مدعی شد که تنها از اوامر اطاعت کرده و وظیفه‌اش را انجام می‌داده. در دادگاه گفت: من آن هیولایی نیستم که از من ساخته شد. من قربانی هستم. اما این انجام وظیفه بدون توجه به مسئولیت فردی در حین انجام کار از او هیولایی ساخت که عامل مرگ هزاران نفر شد. آیشمن وظیفه را جایگزین وجدان و اخلاق کرده بود.
وفاداری یا اطاعت کورکورانه از قانون میتواند از ما ماشینی بی اراده بسازد که هر گونه ستمگری و تجاوز به حریم دیگران را با نقاب قانون یا اطاعت از دستورات توجیه میکند. در زبان فارسی جدایی جنسی وجود ندارد. مثلا او شامل زن و مرد می شود. برخلاف زبانهای لاتین و عربی. اگر جایی تاکید بر جنسیت باشد، در زبان فارسی اولویت با بانوان است. مثلا می گوییم زن و شوهر، خواهر و برادر، زن و مرد به جای husband and wife, brother and sister, man and woman. ما نمیگوییم mankind، میگوییم بشریت. ما هرگز در تاریخ و ادبیاتمان به جنسیت اهمیت ندادیم. اگر جایی لازم شده زنان را در اولویت قرار دادیم. حتی در زبان فارسی زن یک واژه و مفهوم مستقل است، نه مانند وومن زائده‌ای کنار مرد. و این گونه است که دیکتاتوری اسلامی آخوندها چنان ارزش زن را پایین آوردند که از حقوق اولیه خود هم محرومند. ما ملتی نبودیم که الان هستیم. دستگیری به صرف داشتن وبلاگ و توییتر. پس از دستگیری خانم جعفری، خبرنگار و عکاس، گروهی که به کاربران ارزشی معروفند در شبکه‌های اجتماعی کمپینی علیه او به راه انداخته بودند. این گروه خانم جعفری را متهم کردند که در توییتر با اسم مستعار یار دبستانی علیه جمهوری اسلامی و باورهای دینی مطالبی منتشر کرده است. 3 هفته بعد از این دستگیری، شیوا نظرآهاری فعال مدنی اعلام کرد که خانم جعفری از زندان برای او یک فایل صوتی فرستاده و گفته تحت فشار است. در بخشی از این فایل صوتی خانم جعفری از خانم نظرآهاری خواسته بود پسورد یک حساب توییتری را که کاربران ارزشی با او مرتبط می‌دانند برایش بفرستد تا به این ترتیب از فشارهای بازجویی رهایی پیدا کند. خانم نظرآهاری در گفتگو با BBC فارسی با تاکید بر اینکه تا زمان بازداشت خانم جعفری او هیچ اطلاعی از این اکانت نداشته گفت: نوشین در ابتدای این فایل صوتی با گفتن اینکه تحت فشار است تلویحاً عنوان می‌کند بقیه حرفهایش هیچ اعتباری ندارد. حتی اگر فرض کنیم این مطلب درست باشد، آیا دستگیری یک شخص با این اتهام مطابق با قوانین حقوق بشر است؟ معرفی تعدادی از مکتب‌ها. تعدادی از واژه‌هایی که لازم است با آنها آشنایی داشته باشید. شاید شروع کننده راه تفکر و تحقیق برای شما باشد. البته واژه‌های مشابه بسیاری از این دست و انواع اسمها و مکتب‌ها وجود دارند. در اینجا به تعدادی از آنها پرداخته شده است. روشنفکر. روشنفکر شدن در نخستین قدم از خودجوشی، سازندگی، قدرت تشخیص و استنباط و قضاوت شخصی در برابر واقعیت‌های جدایی ناپذیر است. روشنفکر شاخصه با ارزش، شناخت حقیقی و مستقیم جامعه‌اش و تفاهم با مردمش و شناخت زمانش و احساس رنج‌ها و نیازها و ایدئال‌های زمانش است. شاید این نمودار بتواند مفهوم آتئیست و آگنوستیک را برساند. نهیلیسم.
در فلسفه بی‌معنی انگاری به معنای انکار معنی و ارزش برای هستی جهان است. این اندیشه معمولاً در ارتباط نزدیک با بدبینی عمیق و شک‌گرایی رادیکال است. شاید بتوان گرگیاس، حکیم یونانی قرن 5 پیش از میلاد را نخستین اندیشمند نهیلیست دانست. فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی قرن 19 بیش از هر کس دیگر به نقد باورهای پوچگرایانه پرداخت. وی نهیلیسم را به عنوان یک پدیده شایع در فرهنگ غربی شناسایی کرد و معتقد بود که پیامدهای نابودگر آن در نهایت تمامی احکام اخلاقی، مذهبی و متافیزیکی را به تباهی خواهد کشاند و بزرگترین بحران تاریخ بشر را رقم خواهد زد. از دیدگاه نیچه، نهیلیسم عبارت است از انکار زندگی و جهان گذران به نام حقایق جاویدان و ثابت. در قرن 20 بسیاری از هنرمندان، منتقدان و فیلسوفان تمهای نهیلیستی همچون ناتوانی معرفت شناسی، تخریب ارزش‌ها و بی‌معنایی دنیا را در آثار خود مطرح کردند. در میانه‌های قرن 20 جنبش اگزیستانسیالیسم تلاش کرد انگاره‌های نهیلیستی را به گونه‌ای ترویج کند که جنبه مخرب آن از میان برود. مارکسیسم. اساس مارکسیسم بر این استوار است که تاریخ جوامع تاکنون تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است. در دنیای حاضر دو طبقه، بورژوازی و پرولتاریا وجود دارند که کشاکش این دو تاریخ را رقم خواهد زد. میان مارکسیست‌های مختلف برداشت‌های بسیار متفاوتی از مارکسیسم و تحلیل مسائل جهان با آن موجود است. اما موضوعی که تقریباً همه در آن توافق دارند، واژگونی نظام سرمایه‌داری از طریق انقلاب کارگران و لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و لغو کارمزدی و ایجاد جامعه‌ای بی طبقه با مردمی آزاد و برابر و در نتیجه پایان از خود بیگانگی انسان است. از خود بیگانگی که کمونیست ها معتقدند در جهان سرمایه‌داری ناگزیر و حتمی است. آنارشیسم در زبان سیاسی به معنای نظامی اجتماعی و سیاسی بدون دولت یا به طور کلی جامعه‌ای فاقد هر گونه ساختار طبقاتی یا حکومتی است. آنارشیسم برخلاف باور عمومی خواهان هرج و مرج و جامعه بدون نظم نیست، بلکه همکاری داوطلبانه را درست می‌داند که بهترین شکل آن ایجاد گروه‌های خودمختار است. طبق این عقیده نظام اقتصادی نیز در جامعه‌ای آزاد و بدون اجبار یک قدرت سازمان یافته بهتر خواهد شد و گروه‌های داوطلب می‌توانند بهتر از دولت‌های کنونی از پس وظایف آن برآیند. آنارشیست‌ها به طور کلی با حاکمیت هر گونه دولت مخالفند و دموکراسی را نیز استبداد اکثریت می‌دانند. انتلکتوئل در اصل به معنای فرد دارای قدرت درک است. انتلکتوئل می‌تواند با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند بیگانه باشد، نداند کجا است و نشناسد در کی زندگی می‌کند و با کی، و به عبارتی نداند در چه زمانی و با چه کسانی زندگی می‌کند. دموکراسی مستقیم یا مردم سالاری مستقیم نظامی است که مردم
مستقیما به تصمیمات حکومت مانند قبول یا رد قوانین رأی می‌دهند و از طریق پیشگامی شهروندان در فرایند پیشنهاد برای طرح‌ها و لوایح جدید مشارکت می‌کنند. تفاوت این نظام با نظام‌های دموکراسی معمول فعلی در جهان این است که مردم نماینده برای تصمیم گیری ها، مثلا نماینده قوه مقننه برای تصویب قوانین انتخاب نمی کنند، بلکه هر قانون مستقیما به رأی مردم گذاشته می شود و هر شهروند در موضوعاتی که مورد علاقه اوست از حق رأی خود استفاده می کند. زیبایی حکومت کردن بر یک ملت را در این نوع از حکومت می توان دید و حالا خودتان این نوع از کشورداری را با دیکتاتوری مذهبی ایران مقایسه کنید. یکی از اصول لیبرالیسم می گوید عقل و خرد انسان برای راهنمایی او کافی است و انسانی که عقل دارد دیگر احتیاجی به حاکمیت دینی ندارد و به این اصالت فرد و اندیشه گفته می شود. البته هر مکتب و شیوه حکومتداری ایرادی دارد و نمی توان گفت که بی عیب و نقص است. ارتجاع سرخ و سیاه. مقاله‌ای که در روز 17 دی ماه سال 56 در روزنامه اطلاعات منتشر شد و خشم مذهبیون را برانگیخت. مقاله‌ای تحت عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه. نویسنده با یادآوری رویدادهای 15 و 16 خرداد سال 1342 آن را تلاش مشترک عناصر فئودال، استعمار سیاه و استعمار سرخ برای مقابله با طرح‌های انقلاب سفید معرفی می‌کند. توضیح این که استعمار سیاه، ارتجاع سیاه به معنای هر گروه یا اندیشه سیاسی چه درون نظام جمهوری اسلامی چه خارج آن است که همچنان در پی آمیختن دین و حکومت باشد و از اصول سکولاریسم تخطی کند و چپ به معنای استعمار سرخ. در این مقاله ها عناصر حزب توده ورشکستگان سیاسی نامیده می شوند که توسط فئودال ها و مالکان تأمین مالی می شوند و تلاش دارند نظر علمای برجسته مذهبی را به خود جلب کنند که با ناکام ماندن در این امر به سراغ یک روحانی ماجراجو، بی‌اعتقاد، سرسپرده به مراکز استعماری و جاه طلب و سابقه اش مجهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود، یعنی خمینی می روند و او را با اهداف ضد انقلاب سفید همراه می کنند. دو گروه از آغاز اصلاحات شاه با آن مخالف بودند: کمونیست ها و اسلامگرایان. در مقاله کمونیست ها و در رأس آن حزب توده ارتجاع سرخ خوانده شدند و اسلامگرایان هم ارتجاع سیاه. در ادامه خمینی فردی معرفی می شود که با وجود حمایت‌های خاص در سلسله مراتب مذهبی جایگاهی به دست نیاورده و در نتیجه در پی شهرت تلاش دارد خود را وارد سیاست کند. در این مقاله ادعا می شود روح الله خمینی مدتی در هندوستان به سر برده و با مراکز استعماری انگلیس ارتباطاتی داشته و حمایت مادی و معنوی هم دریافت می کرده است. در ادامه این مقاله درباره این مرد آمده است: روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسب ترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعه ننگین 15 خرداد شناخته شد. روح الله خمینی معروف به سید هندی بود.
درباره انتساب او به هند هنوز حتی نزدیکترین کسانش توضیحی ندارند. به قولی او مدتی در هندوستان به سر برده و در آنجا با مراکز استعماری انگلیس ارتباطاتی داشته است و به همین جهت به نام سید هندی معروف شده است. قول دیگر این بود که او در جوانی اشعار عاشقانه می سروده و به نام هندی تخلص می کرده است و به همین جهت به نام هندی معروف شده است. و عده‌ای هم عقیده دارند که چون تعلیمات او در هندوستان بوده، فامیل هندی را از آن جهت انتخاب کرده است که از کودکی تحت تعلیمات یک معلم بوده است. آنچه مسلم است، شهرت او به نام قائل ساز 15 خرداد در خاطر همگان مانده است. شخصی که علیه انقلاب سفید ایران و به منظور نقشه استعمار سرخ و سیاه کمر بست و به دست عوامل خاص و شناخته شده علیه تقسیم املاک، آزادی زنان، ملی شدن جنگل‌ها وارد مبارزه شد و خون بیگناهان را ریخت و نشان داد هستند هنوز کسانی که حاضرند خود را صادقانه در اختیار توطئه‌گران و عناصر ضد ملی بگذارند. اینها در آن سالها چاپ شد و گذر زمان مشخص کرد که آیا این مطالب حقیقت داشت یا خیر. درماندگی آموخته شده. روانشناس سلیگمن درماندگی آموخته شده را به عنوان حالت ویژه‌ای که اغلب در نتیجه اعتقاد فرد مبنی بر اینکه رویدادها در کنترل او نیستند در او ایجاد می شود تعریف کرد. به سخن دیگر، بعد از یک رشته تجربه که در آن پاسخهای فرد در نتیجه رفتار او تغییر نمی کند، می آموزد که رفتار و نتیجه رفتار او از یکدیگر مستقل هستند. همه ما این نظریه را با داستان فیلی که از بچگی با طناب به تنه درختی بسته شده بود می شناسیم، که سالها بعد با آنکه قوی و توانمند شده بود و طناب برای او بسیار نازک بود، با تصور ناتوانی گذشته از جای خود حرکت نمی کرد. امروزه در هند و جنوب شرق آسیا از این روش برای رام کردن فیل‌ها استفاده می شود. آزمایش دیگر در این خصوص اردکماهی‌هایی هستند که در آکواریوم پر از ماهی کپور بودند و از آنها تغذیه می‌کردند. پژوهشگران با قرار دادن مانع شیشه‌ای موجب ناکامی آنها شدند و بعد از مدتی آنها حتی با برداشتن مانع تلاشی برای صید ماهی‌ها نمی‌کردند. این نظریه در دهه 60 میلادی به صورت کاملا تصادفی، زمانی که محققان شرطبندی پاولوف را بررسی می‌کردند، شکل گرفت و موجب شد که مارتین سلیگمن در این زمینه پیشگام و در نتیجه مشهورتر از قبل شود. آزمایش به این صورت بود که سلیگمن و استیون مایر چند سگ را در محوظه‌ای که وسط آن مانعی بود قرار دادند و به آنها شوک الکتریکی وارد کردند. در ابتدا سگ‌ها واکنش‌هایی از قبیل تکان دادن دم، پارس کردن، پریدن و تلاش برای فرار کردن نشان دادند و به آن طرف مانع می‌رفتند و دیگر اثری از شوک نبود. در مرحله بعد حتی پریدن از مانع و رفتن به آن طرف محوظه فایده‌ای نداشت، زیرا شوک‌ها در آنجا هم ادامه داشت. در نتیجه سگ‌ها متوجه شدند که تلاش آنها منجر به قطع شوک نمی شود. در مراحل بعدی با وجود آنکه آن طرف مانع دیگر شوکی وجود نداشت، اما سگ‌ها تسلیم شده و دیگر انگیزه‌ای برای پاسخ به شوک و فرار از آن نداشتند.
پس سلیگمن نظریه درماندگی آموخته شده را به این صورت عنوان کرد که در مقابل رویدادهایی که میتوانیم آنها را کنترل کنیم، بسیاری رویدادها هم هستند که نمیتوانیم کاری در موردشان انجام دهیم و غیر قابل کنترلند که موجب ضعیف شدن و ناتوانی فرد در پاسخ مؤثر و در نتیجه استرس و افسردگی و بدبینی می شود. همچنین سلیگمن بیان می کند که با توجه به این تئوری علت درماندگی افراد می تواند عوامل پایدار یا ناپایدار، سراسری یا موضعی، درونی و یا بیرونی باشد. افرادی که دائما در رویدادها خودشان را سرزنش می کنند و به خود نگاه منفی دارند و این رویه را ادامه می دهند، تمایل بیشتری به افسردگی و بدبینی دارند. و افرادی که عوامل بیرونی را هم در اتفاقات دخیل می دانند و زود به وقایع پایان می دهند، کمتر دچار افسردگی شده و خوشبین هستند. البته تحقیقات سلیگمن نشان می دهند که حدود 1/3 افراد به درماندگی دچار نشده و در چنین موقعیت‌هایی به تلاششان ادامه می دهند. این احساس و تبعات آن باعث شکل گرفتن نظریه‌ای در روانشناسی مثبت‌گرا به نام درماندگی آموخته شده شناخته می شود. آیا دیکتاتوری اسلامی هم این گونه با ما رفتار کرده است؟ پروپاگاندا. بسیاری از کارشناسان هر نوع گفتگو و پیامی را که برای اهداف تجارتی و سیاسی صورت بگیرد پروپاگاندا می‌دانند. اما برخی دیگر می‌گویند که پروپاگاندا تنها شامل نظریات و سخنرانی‌هایی می‌شود که سیاستمداران در عالم سیاست برای ماندن در قدرت به کار می‌برند. پروپاگاندا سبب انتقال معلومات ساختگی و دروغین می شود و حقایق را پایمال می کند و دولت مردان با پروپاگاندا اذهان مردم را کنترل می کنند. ریچارد نیلسن، استاد رشته خبرنگاری در دانشگاه دولتی لوئیزیانا در آمریکا، در سال 1996 چنین تعریفی از پروپاگاندا ارائه داد: تمرکز بر یک تاکید سیستماتیک که تلاش دارد احساسات، عملکرد، نظریات و رفتار یک گروه خاص از مردم را برای اهداف سیاسی و تجارتی هدف قرار دهد. سازندگان پروپاگاندا محتوایی را تولید می کنند که مخاطبان یک رسانه را در مورد یک موضوع خاص خوشحال یا غمگین کنند. پروپاگاندا غریزه شادی و غم یا خوشی و ناخوشی را هدف قرار می دهد و تلاش می کند تا مخاطبان یک رسانه را بر ضد یک چیز تحریک کند و تصمیمات سیاسی و اجتماعی آنها را وارد یک مسیر جدید بکند. رسانه‌ها، خبرنگاران و مخاطبان رسانه‌ها از جمله قربانیان پروپاگاندا هستند که در میان اینها بیشترین زیان متوجه مخاطب می شود. مخاطبان رسانه‌ها معمولاً با 2 نوع پروپاگاندا روبرو می شوند. 1. پروپاگاندای نرم. این نوع پروپاگاندا می تواند یک تابلوی نصب شده یک شرکت تجارتی در یک جاده باشد یا اعلانی تجاری باشد که بر صفحه تلویزیون نقش می‌بندد یا یک سخنرانی باشد که ممکن است در چند ثانیه دیدگاه یک شخص یا یک گروه را عوض کند. شرکت‌های تجاری جدید در ابتدا سعی می‌کنند با طرح‌ها و برنامه‌های مشخص فعالیت‌های آینده خود را تضمین کنند. و مهمترین کار این است که هر طوری شده مردم را به پشتیبانی شرکت خود ترغیب کنند یا حداقل آنها را از فعالیت‌های شرکت آگاه کنند. در حال حاضر که رسانه‌های دیجیتال به طور گسترده فعالیت دارند، ساده‌ترین راه تهیه کردن اعلان و تبلیغ تلویزیونی است. شرکت‌های تجارتی می‌کوشند تا در مخاطبان رسانه‌ها این حس را ایجاد کنند که اگر آن کالای مشخص را خریداری نکنند تنها می‌مانند و از دوستان و آشنایان خود عقب می‌افتند.
شعارهایی که در چنین تبلیغاتی استفاده می شود مستقیما بر ذهن مخاطب اثر می گذارد و او را برای خریداری کالا آماده می کند. در حال حاضر گروه‌های سیاسی و نظامی هم مانند شرکت‌های تجاری برای هدف قرار دادن مخاطبان رسانه‌ها از اعلانات و تبلیغات رسانه‌ای استفاده می‌کنند. پروپاگاندای سیاسی و نظامی تمرکز بر برانگیختن احساسات مخاطب با استفاده از پروپاگاندا برای این ضروری پنداشته می شود که واکنش احساسی بسیار تحریک کننده و پرهیجان است. بنابراین سیاستگزاران دولتی و نظامی اکثراً تلاش می کنند تا مطالبی را منتشر کنند که با احساسات رابطه داشته باشد. سازندگان پروپاگاندا با توجه به اوضاع سعی می کنند فضاهای خالی ذهن مخاطبان را هدف قرار دهند و آنطوری که خود می خواهند پر کنند. به این ترتیب میل به انتخاب در ذهن مخاطب از بین می رود و کنترل به دست مجریان پروپاگاندا می افتد. پروپاگاندا عبارتها و کلمه‌های مخصوص خود را دارد. مجریان پروپاگاندا سعی می کنند تا با استفاده از این عبارتها و کلمه‌ها ناکامی‌های طرف خودی را پنهان کنند و مخاطبان را به مخالفت با گروه مقابل تحریک کنند. برای مثال در شرایط جنگی کاربرد کلمه‌های بیرحمانه و ظالمانه اوج می‌گیرد. سخنگو تلاش می کند تا با استفاده از این قبیل کلمه ها یا عملکرد خود را پنهان کند یا خود را محق جلوه دهد و طرف مقابل را شایسته ملامت معرفی کند. به همین ترتیب جمله های مانند کشور ما تحت تهدید قرار دارد، ما چاره دیگر نداشتیم، یا همین حالا باید دست به کار شویم، یا در دفاع باید خود را قربانی کرد، و یا ما تحت تهاجم دشمن قرار داریم. با استفاده از این نوع جمله ها است که سخنگو می‌کوشد به ذهن مخاطب راه یابد و یا آنها را پشتیبان خود کند و یا علیه گروهی دیگر بشوراند. از نگاه دیگر می‌توان پروپاگاندا را به 3 دسته تقسیم کرد. 1. پروپاگاندای سفید. در این نوع پروپاگاندا منبع کاملا مشخص و معین است و پیام به گونه‌ای ارائه می شود که از دقت بالای اطلاعات برخوردار باشد. این نوع پروپاگاندا نوعی ارتباط دوستانه برقرار می کند. 2. پروپاگاندای خاکستری. در اینجا منبع واضح و صریح نیست و اطلاعات دقیقی ارائه نمی شود. در این نوع پروپاگاندا با آنکه جنگ تبلیغاتی برقرار نیست، اما صلح تبلیغاتی نیز حاکم نیست. اخبار، اعلامیه و اطلاعاتی که در آنها از عنوان یک منبع موثق، منابع مطلع و امثال آن استفاده می شود، در زمره پروپاگاندای خاکستری قرار می گیرند. تبلیغات علیه کمونیست‌ها به هنگام حمله شوروی به افغانستان نوعی پروپاگاندای خاکستری به شمار می رود. 3. پروپاگاندای سیاه. در پروپاگاندای سیاه منبع و دقت اطلاعات مشخص نیست و در آن هر گونه جعل و تخریب صورت می گیرد. تمام قواعد در این نوع پروپاگاندا به کار گرفته می شود. بسیاری از فرستنده‌های رادیویی در طول جنگ بر اساس این نوع پروپاگاندا عمل می کنند. ولتر و سارتر. ولتر می گفت کسی که می گوید با من هم عقیده شو وگرنه خدا تو را لعن خواهد کرد، به کسی می ماند که به من می گوید با من هم عقیده شو وگرنه تو را خواهم کشت. ولتر باور داشت که اتکا به عقل و آموزش توده بی‌ثبات می‌تواند منجر به پیشرفت شود. انسان دوستی سراسر زندگی ولتر را در نوردیده است و می‌توان زندگی او را در این جملات خلاصه کرد. با همه پندارهای سست بنیاد مردم مخالفت می‌کرد.
ولی با جان و دل از حقوق انسانی مردم دفاع می‌کرد. منادی عصر درخشانی بود که در تاریخ تمدن عصر خرد نام گرفته است. به نام خرد ندا در داد که ای انسان‌ها، به اندیشیدن خو بگیرید، زیرا هرگاه ملتی به اندیشیدن خو گرفت، هیچ چیز نمیتواند آن ملت را از پیشرفت باز دارد. وی در فرانسه به عنوان یک انسان دلیر در تلاش خستگی ناپذیر برای کسب حقوق مدنی و محکومیت بی‌عدالتی و عوام فریبی مورد افتخار است. اگر ولتر در دیکتاتوری ایران زندگی می‌کرد، قبل از اینکه فرصت مبارزه با جهل را پیدا کند اعدام می‌شد و هیچ کس از او چیزی نمی‌شنید. چه بسیار ولترهایی در ایران که این گونه با آنها رفتار شد. سارتر می گفت انسان چیزی نیست مگر آنچه خود از خویش می سازد. این نخستین اصل اگزیستانسیالیسم است، هستی و نیستی. طبق باور اگزیستانسیالیست ها زندگی بی معناست مگر اینکه خود شخص به آن معنا دهد. این بدین معناست که ما خود را در زندگی میابیم، آنگاه تصمیم میگیریم که به آن ماهیت و معنا دهیم. همانطور که سارتر گفت ما محکومیم به آزادی، یعنی انتخابی نداریم جز اینکه انتخاب کنیم و بار مسئولیت انتخابمان را به دوش کشیم. بعضی مواقع اگزیستانسیالیسم با پوچگرایی اشتباه گرفته می شود، در حالی که با آن متفاوت است. پوچگرایان عقیده دارند که زندگی هیچ هدف و معنایی ندارد، در حالی که اگزیستانسیالیست ها بر این باورند که انسان باید خود معنا و هدف زندگیش را بسازد. بیانیه 14. به عقیده عده‌ای جمهوری اسلامی ایران قابل اصلاح است. چگونه میتوان دیکتاتوری را اصلاح کرد که مخالفانش را به زندان میاندازد، شکنجه میکند، اعدام میکند؟ وقتی 14 نفر از مخالفان بیانیه دادند و به صلح آمیزترین شیوه خواستار اصلاح شدند، آنها را دستگیر کردند و یا تهدید شدند. خطرناکترین موقع برای یک حکومت دیکتاتوری وقتی هست که سعی دارند خودشان را اصلاح کنند، چون اگر اصلاح کنند دیگر چیزی باقی نمیماند. وقتی کارگران اعتراض می کنند به آنها تهمت جاسوس بودن می زنند و آنها را به زندان می اندازند. وقتی فعالان محیط زیست اعتراض می کنند آنها را به زندان می اندازند. وقتی فعالان سایبری شیوه کشورداری را نقد می کنند آنها را به زندان می اندازند. حتی اکانت های توییتری که به نقد آنها میپردازند هم مورد تعقیب قرار میدهند و با شکنجه باقی فعالان سعی میکنند هویت فعالان دیگر را شناسایی کنند و خبرنگاران و روزنامه نویسانی که این وقایع را گزارش میدهند را به زندان میاندازند. این حکومت به چه شیوهی قابل اصلاح است؟ سعید ملکپور، زندانی جرایم سایبری در زندان اوین، بعد از تحمل 11 سال حبس به مرخصی اعزام شد. او ابتدا به اعدام و سپس با 1 درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده است. ملکپور در 29 تیر ماه سال 1398 در حالی که بعد از 11 سال زندان برای نخستین بار با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی به مرخصی آمده بود، به کانادا گریخت. از جمله اتهامات وی میتوان به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام و فساد فی الارض اشاره کرد.
سعید ملکپور گفته بود که از زمان بازداشت به مدت 320 روز در حبس انفرادی بدون ملاقات و بدون دسترسی به کتاب و روزنامه به سر برده و تنها یک جلد قرآن، یک مهر و یک بطری آب در اختیار داشته است و در تمام این مدت زیر فشار و شکنجه بوده است. شماری از فعالان محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان در بهمن ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. 2 هفته پس از بازداشت کاووس سید امامی در 21 بهمن به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان خودکشی کرده است. این در حالی است که عفو بین الملل جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ بسیار مشکوک سید امامی را نشانه تلاش عامدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل دانسته است. گاندی میگوید میزان مدنیت یک جامعه را با معیار رفتار با حیوانات میتوان سنجید. در ایران شهرداری به سگ‌های ولگرد اسید تزریق می‌کند و این عملی است که ارگان دولتی در مورد حیواناتی که هیچ آزاری نمی‌رسانند انجام می‌دهد. طبیعی است با زندانی‌های سیاسی این گونه رفتار کند. مازیار ابراهیمی فردی که مجبور شده بود در تلویزیون ایران به جاسوسی برای اسرائیل و ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کند، بیگناه شناخته شده و آزاد شد. مازیار گفت: این اعترافات پس از 1 ماه تا 40 روز طی شدیدترین شکنجه ها بود. پس از 10 ضربه کابل به کف پایم شکست. در این مدت حدود 600 ضربه کابل را روی پای شکستم تحمل کردم. 7 ماه دستبند به دست در سلول انفرادی گلوله شدم. مهره‌های پشتم خم شدند. برای رهایی از شکنجه حاضر بودم هر اتهامی که آقایان می‌گفتند را قبول کنم. مازیار میگفت وقتی نزد قاضی شهریاری شکایت برد و از وزارت اطلاعات و صدا و سیما و چند رسانه دیگر شکایت کرد، قاضی شهریاری گفت: برو خدا رو شکر کن که زنده ای. خدا شاید پاشنه در دفتر من را در آوردن که چند تا از شما که اعتراف کرده اید را اعدام کنم برای خوشحالی خانواده شهدا و حفظ آبروی نظام. اما پیش از شهریاری قاضی پرونده صلواتی بود. مازیار میگوید او مرتباً متهمان را تهدید میکرد و میگفت بروید با آقایان همکاری کنید و مرتب کاغذی را نشان میداد و میگفت این حکم اعدام شماست. شما را اینجا چال میکنیم. مجید جمالی فشی نیز در کنار مازیار و دیگر متهمان به ترور دانشمندان اتمی اعتراف کرد. او 2 ماه پیش از دستگیری مازیار با حکم قاضی صلواتی اعدام شد. بر اساس گزارشی از وزارت خارجه آمریکا که سایت افشاگر ویکیلیکس آن را در سال 2009 منتشر کرد، مجید جمالی فشی پس از اعتراضات جنبش سبز قصد مهاجرت به آمریکا را داشته. او در سال 2009 برای گرفتن ویزای آمریکا به سفارت این کشور در باکو، پایتخت آذربایجان می رود. آقای فشی در مصاحبه با یکی از دیپلمات‌های آمریکایی از خشونت دستگاه‌های امنیتی ایران در سرکوب جنبش سبز حرف زده است. او از جنبش آذری‌های ایران و ظلمی که به مردم ترک می رود می گوید. او از فشار به خود برای همکاری با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران خبر می دهد. بسیاری بر این باورند پس از انتشار این مدرک توسط ویکیلیکس، مجید جمالی فشی پس از بازگشت به ایران دستگیر می شود و به همین دلیل هم اعدام می شود. دموکراسی و آزادی. آزادی و دموکراسی متفاوت هستند. دموکراسی به چگونگی انجام امور در بخش دولتی می پردازد.
دموکراسی بیشتر از رأی فردی در مورد موضوعاتی است که به بخش عمومی جامعه اختصاص داده شده است. از طرف دیگر آزادی مربوط به روابط بین افراد در بخش خصوصی است. آزادی یعنی اینکه افراد می توانند چگونگی تعامل را به صورت داوطلبانه و خارج از دیدگاه دولت انتخاب کنند. نکته اصلی قانون اساسی است که بین بخش‌های دولتی و خصوصی و بین دموکراسی و آزادی خط مشی را نشان می‌دهد. مهمتر از همه، قانون اساسی محافظت از آزادی در برابر دموکراسی و فرد از اکثریت است و قانون اساسی ایدئال این کار را انجام می‌دهد. منظور از محافظت فرد از اکثریت به عنوان مثال در برخی از آزادی‌های مدنی مانند گفتار آزاد، دین و انجمن. به طور خلاصه دموکراسی یعنی اینکه در بخش دولتی رأی دهید. آزادی یعنی اینکه شما در بخش خصوصی شرایط خود را با دیگران تعیین کنید. جملات بزرگان: به هیچ کس 100% اعتماد نکنید قبل از اینکه بمیرد. استالین: نه مرگ آنقدر تلخ است، نه زندگی آنقدر شیرین که انسان برای این دو شرفش را بدهد. فریدون فرخزاد: ارزش یک چیز گاه در بهره نیست که از به دست آوردنش برمی آید، بلکه ارزش آن در گرو بهایی است که برای به دست آوردنش پرداخت می شود. نیچه: خوب نوشتن یعنی خوب فکر کردن. آنچه را قابل گزارش است کشف کنیم و به درستی برای دیگران بشکافیم. برای همسایگان قابل ترجمه و برای خارجیانی که زبان ما را می‌آموزند قابل درک باشد. به جایی برسیم که خوبی ها را تقسیم کنیم و همه چیز را برای مشتاقان آزادی آزاد گذاریم. نیچه: از کسی که کتابخانه دارد و کتاب‌های زیاد می‌خواند نترس. از کسی بترس که یک کتاب دارد و آن را مقدس می‌پندارد. نیچه: می‌خواهند از ترس آدمی استفاده کنند تا فردیت او را، روحش را بگیرند و او را تقلیل دهند به توده‌ای ناتوان از تفکر توسط ترس و رشوه. ویلیام فاکنر. دموکراسی قبل از آنکه یک روش حکومتی و یا سیستم سیاسی باشد، یک فرهنگ و پروسه تاریخی است که باید سیر تکاملی خود را طی کند. هیچ کشوری یک شبه دموکرات نمی شود. در حقیقت انسان‌های دموکرات هستند که جامعه را دموکرات می کنند. شیرین عبادی. من خیلی زود در زندگیم یاد گرفتم که اگر میخواهی به چیزی برسی بهتر است کمی سر و صدا ایجاد کنی. مالکوم ایکس. شما نمیتوانید صلح را از آزادی جدا کنید، زیرا هیچ کس نمیتواند در آرامش باشد مگر اینکه او آزادی را داشته باشد. مالکوم ایکس. شما مجبور نیستید مردی باشید که برای آزادی مبارزه کند. همه کاری که شما باید انجام دهید این است که یک انسان هوشمند باشید. مالکوم ایکس. هیچ کس نمیتواند شما را آزاد کند. هیچ کس نمیتواند برابری یا عدالت و یا هر چیز دیگری را به شما بدهد. اگر شما مرد هستید پس آن را بگیرید. مالکوم ایکس. گردش فکر در عرصه تمدن مثل گردش خون در عرصه بدن است. الکسی دو توکوویل. مناظره با خر. روزی به رهی مرا گذر بود، خوابیده به ره جناب خر بود. از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. گفتم که جناب در چه حالی؟
فرمود که وضع باشد عالی. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو بعد از این صفا کن. گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خویش را دوا کن. خر صاحب عقل و هوش باشد، دور از عمل وحوش باشد. نه ظلم به دیگری نمودیم، نه اهل ریا و مکر بودیم. راضی چو به رزق خویش بودیم، از سفره کس نان نره بودیم. دیدی تو خری کشد خری را، یا آنکه برد ز تن سری را؟ دیدی تو خری که کم فروشد، یا بهر فریب خلق کوشد؟ دیدی تو خری که رشوه خوار است، یا بر خر دیگری سوار است؟ دیدی تو خری شکست پیمان، یا آنکه ز دیگری برد نان؟ خر دور ز قیل و قال باشد، نارو زدنش محال باشد. خر معدن معرفت و کمال است، غیر از خریت ز خر محال است. تزویر و ریا و مکر و حیله، منسوخ شده است در طویله. دیدم سخنش همه متین است، فرمایش او همه یقین است. گفتم که ز آدمی سری تو، هرچند به دید ما خری تو. بنشستم و آرزو نمودم، بر خالق خویش رو نمودم. ای کاش که قانون خریت، جاری بشود به آدمیت. فیروز بشیری دشتکی. چند سالی میبینم که این شعر در جاهایی، البته نه در همه جا، در جاهایی به نام ایرج میرزا منتشر میشه. بنا به درخواست یکی از دوستان، یکی از شاعران طنزپرداز کشورمون از بنده خواستن که این شعر رو بازخوانی کنم و برای ایشون بفرستم و ایشون طبق معمول گذشته که این کار میکردن از این مسئله دفاع کنن که این شعر متعلق به بنده فیروز بشیریه و هیچ ربطی به مرحوم ایرج میرزا نداره. این شعر براتون میخونم، انشالله که مورد پسندتون واقع بشه. مناظره با جناب خر. روزی به رهی مرا گذر بود، خوابیده به ره جناب خر بود. از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. گفتم که جناب در چه حالی، فرمود که وضع باشد عالی. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو بعد از این صفا کن. گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خویش را دوا کن. خر صاحب عقل و هوش باشد، دور از عمل وحوش باشد. نه ظلم به دیگری نمودم، نه اهل ریا و مکر بودم. راضی چو به رزق خویش بودم، از سفره کس نان نربودم. دیدی تو خری کشد خری را، یا آنکه برد ز تن سری را؟ دیدی تو خری که کم فروشد، یا بهر فریب خلق کوشد؟ دیدی تو خری که رشوه خوار است، یا بر خر دیگری سوار است؟ دیدی تو خری شکست پیمان، یا آنکه ز دیگری برد نان؟ دیدی تو خری حریف جوید، یا مرده و زنده باد گوید؟ دیدی تو خری که در زمان خرهای دیگر پیش روانه، یا آنکه خری ز روی تزویر خرهای دیگر کشد به زنجیر؟ هرگز تو شنیده ای که یک خر با زور و فریب گشته سرور؟ خر دور ز قیل و قال باشد، نارو زدنش محال باشد. خر معدن معرفت کمال است، غیر از خریت ز خر محال است. تزویر و ریا و مکر و حیله، منسوخ شده است در طویله. دیدم سخنش همه متین است، فرمایش او همه یقین است. گفتم که ز آدمی سری تو، هرچند به دید ما خری تو. بنشستم و آرزو نمودم، بر خالق خویش
رو نمودم ای کاش که قانون خریت جاری بشود به هر ولایت. فیروز بشیری دشتکی، 2 فروردین ماه 1395 خورشیدی. avogaboo.com